چطورید فکر عمو؟ دوباره برگشتم و امروز میخوام به شما 5 از بزرگترین استادیوم های فوتبال جهان رو معرفی کنم. شماره 5 استادیوم جوهانسبورگ آفریقای جنوبی. این استادیوم 95,000 نفر ظرفیت داره و جالبه بدونید مراسم فوت نلسون ماندلا هم توی این استادیوم برگزار شده بوده. شماره 4 استادیوم آزادی تهران با ظرفیت 95,223 نفر که تو سال 1973 افتتاح شده. شماره 3 استادیوم آزتیکا مکزیکو سیتی مکزیک با ظرفیت 95,500 نفر. جالبه بدونید که 2 تا جام جهانی توی این استادیوم برگزار شده. شماره 2 استادیوم نیوکمپ بارسلون تو کشور اسپانیا که 99,354 نفر ظرفیت داره و بالاخره شماره 1 استادیوم رانگرادا میده کره شمالی که 150,000 نفر ظرفیت داره و برخی جشن‌های حکومتی و اعدام‌ها توش هم انجام شده.